وصال فرمایید. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأخيار. وبعد السلام عليكم جماعة المؤمنين ويا شيعة أمير المؤمنين. المصيبة الزوائر سيئين غريبين المظلوم. أحسن الله لكم الجزاء جميعا ورحمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم حياتك قبل موت. صلوات نسال خوب عزیزان، شب پنجم ماه مبارک رمضان اعمال وارده امشب وصل است به نیت امشب. 2 رکعت نماز داره. در هر رکعت بعد از حمد 50 مرتبه قل هو الله داره. بعد از سلام نماز هم 100 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از صحابی رسول خدا ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه است. این آقای ابوذر نقل میکنه، میگه یه وقت وارد مسجد شدم، دیدم که رسول معظم اسلام به تنهایی در میان مسجد نشسته. وقت رو غنیمت شمردم، آمدم خدمت اون بزرگوار و عرضه داشتم یا رسول الله مرا نصیحتی بفرما، مرا موعظه‌ای بفرما. حضرت در ضمن نصایح و مواعظ خود به ابوذر فرمودند که یا ابوذر اغتنم خمسا قبل خمس. جناب ابوذر غنیمت دان 5 چیز رو قبل از آنی که از دستت بره و 5 چیز دیگر بخواد بیاد جایگزین اون بشه.
یک فقره از فرمایش رسول معظم اسلام به ابازر اینه، فرمودن یا ابازر اغتنم حیاتک قبل موتک، ابازر قدر عمرت رو بدون قبل از آنی که بخواد مسئله‌ای به نام مرگ بخواد گریبانگیر تو بشه. عزیزان، یکی از نعمتهایی که خداوند به ما اولاد آدمی عنایت فرموده است اون نعمت حیات و نعمت عمر است. اینقدر قیمت داره، اینقدر ارزش داره که فردای قیامت خداوند پیرامون ساعات و عمر از ما بازجویی خواهد کرد. در واقع یک امانت است از نایه پروردگار عالم در پیش ما. چرا میگیم امانته؟ برای اینکه از ما سوال میکنه. ما در روایت داریم فردای قیامت که میشود خداوند سبحان نخواهد گذاشت که ما انسانها قدم از قدم جلوتر بگذاریم تا اینکه پاسخ به 4 سؤال پروردگار عالم بدیم. یکی از سؤالات خداوند سبحان که شاهد ارادت ماست همینه. خدا از ما سوال میکنه بنده من 30 سال، 40 سال، 50 سال، کمتر بیشتر من پروردگار عالم به تو بنده عمر دادم، بگو ببینم این عمر رو در چه راهی به پایان رسوندی؟ آیا عمر خود رو صرف در طاعت، عبادت، بندگی برای پروردگار عالم کردی یا عمر خود رو صرف در معصیت و گناه کردی؟ این سوالیه که در آن روز پروردگار عالم از ما میکنه و ما امروز بایستی یک پاسخ مثبت از برای این سؤال پروردگار عالم تدارک ببینیم. امیرالمومنین علیه السلام بفرماد مردم بر ساعات و عمرتون بخیل باشید، نگذارید یک ثانیه اون بخواد عبث و بیهوده تلف بشه. اونم عمری که چی به سرعت داره سپری میشه. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین. کی ما کوچک بودیم در قنداقه بودیم، کی با سنین فعلی گذاشتیم، وقتی هم که از عالم دنیا گذشتیم کانو مادر ما رو نزاییده بود. دریغا که بی ما بسی روزگار بروید گل و بشکفد نوبهار، که بی ما بسی گلستان گل دهد نشینند با همدیگر دوستان. بسی تیر و دیما و اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. کسانی که از ما به غیب اندرند بیایند و بر قبر ما بگذرند. یه زمانی بیاد کسی به جای بنده روی منبر و افرادی هم به جای شکوفه این منبر هیچ گونه خبر، هیچ گونه اثری از ما انسانها نباشه. اینه که آقا امیرالمومنین میفرماد بر ساعات و عمرتون بخیل باشید، نگذارید یه ثانیه اون عبث و بیهوده طلب بشه که همین باعث حسرت میشه. یکی از اسامی قیامت یوم الحسرت است. چرا یوم الحسرت؟ بخاطر همینه، بخاطر اینی که آدم میتونست استفاده بکنه ولی استفاده نکرده. از ساعت ما مبارک رمضان انشاءالله استفاده کنیم، روزاش استفاده کنیم، شبها مخصوصا سرهای ماه مبارک رمضان استفاده کنیم و انشاءالله
خانه آخرتی خود رو آباد کنیم تا بتونیم این استحقاق رو پیدا کنیم که بتونیم بریم داخل بهشتی بشیم که انشاءالله خداوند خلق کرده از نور آقا و مولامون ابا عبدالله حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. لقد الأرباب